سلام عزیزان، خوش اومدید به کانال رستم ایکس. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم راجع به یونان باهاتون صحبت بکنیم. متاسفانه همونطور که فکر میکنم خبر دارین دیگه اقامت خرید ملک یونان، دائم یونان، گلدن ویزای یونان با 250,000 یورو امکان پذیره، ولی نه تو تمام مناطق آتن. یعنی مناطقی که خیلی فروشش زیاد شده بود، یعنی ایرانی‌ها که همه رفتن تو گلیفدا و اینا خونه خریدن، اونجاها رو تقریبا از چیز خارج کردن و دیگه نمیتونی تو اون مناطق خونه بخری و اقامت گلدن ویزا بگیری. یه سری مناطق رو حذف کردن، ولی خوشبختانه هنوز این 250,000 یورو ادامه داره، چون واقعا با نزدیک 13 میلیارد شما تو تهران یکی از ارزون ترین خونه ها رو میخری، ولی تو یونان میتونی گلدن ویزا بگیری برای خودت، خانوادت، بچه هات، خانواده همسر پدر و مادر، همسر پدر و مادر خودت، و برای برادر و خواهر خودت و همسرت هم راه بسیار تسهیل میشه، بسیار راحت تر میتونن هم ویزا هم اقامت بگیرن. یه اقامت فوق العاده است. من بهتون پیشنهاد میکنم که واقعا با این قیمت فرصت رو از دست ندین، چون یکی از بهترین فرصت‌هایی که یه ایرانی میتونه اقامت دائم اروپا رو میگیره. بعد از 6-7 سالم یه سری مراحل داره، ولی مراحل خیلی سختی نیست، مراحل راحتیه. میتونی بری پاسپورت اروپا رو بگیری و خیلی میتونی تو این زمینه موفق بشی برای آینده خودت و خانوادت و بچه هاتون هم آینده خیلی خوبی در انتظارشون خواهد بود. پس من این پیشنهاد رو میکنم حتما شما این کار رو انجام بدین، چون واقعا ارزشش رو داره. با قیمت خیلی پایین میتونید این اقامت دائم رو بگیرید و رفت آمد خیلی راحت به کل دنیا داشته باشین. این هم بهتون بگم، پاسپورت یونان قدرتش از پاسپورت کانادا هم بیشتره. به خیلی از کشورهای دنیا میتونید برید بدون ویزا. گرفتن ویزای آمریکا براتون بسیار راحت میشه و کلا واقعا به تنهایی همین اقامت براتون همه امکاناتی رو که شما خیلی باید هزینه بکنید به دست بیارید رو به راحتی به دست میاره. به انگلستان به راحتی میتونید سفر بکنید، کل اروپا، کل حوزه شینگن و کل اروپا، کشورهایی هم که جزء شینگن نیستن رو به راحتی میتونید برید بدون ویزا و این یه آپشن خیلی فوق العاده ایه. امیدوارم که راجع به این قضیه بیشتر فکر بکنید و اگر سوالی داشتین راجع به تمکن مالی و تمکن دائمی و اقامت دائمی اروپا، گلدن ویزای یونان، تو کامنت ها میتونید از من سوال بکنید و ما به صورت رایگان تمام سوالاتون رو جواب میدیم و اگر کمکی از دستمون برمیاد حتما براتون انجام خواهیم داد. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ممنون میشم لایک کنید، سابسکرایب کنید، کانال ما رو حمایت کنید. در آینده فیلم های بهتر و بیشتری راجع به اطلاعات اروپا، راجع به سفرهای اروپا براتون خواهم گذاشت. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.